پسری که دوست صمیمی دختر داشته باشه که تو با دختر حال نکنی برام کنسله. ببین من موافق نیستم با این داستان، چون من خودم مثلا یه دوست بچگی دارم خیلی با هم صمیمی، مثلا من این دوستم از 10 سالگی میشناسم و خب واقعا دوستمه. یعنی این بستگی به طرف داره، یعنی بستگی به این داره که تو چقدر به طرفت اطمینان داری. اگه اطمینان نداری که خب کلا اون رابطه فایده نداره. اگه اطمینان داری و طرف داره به تو میگه که این رابطه سالمیه، رابطه دوستیه، چیزی خارج از دوستی توش نیست و مثلا میدونی تو نمیتونی وارد زندگی یه نفر بشی و کسی که مثلا طرف از بچگی باهاش دوست بوده رو حذف کنی. درسته تو باید بشی اولویتش، ولی نمیتونی بگی که اونو حذف کنه. به نظر من شاید منم کنار نیام، ولی درست و منطقیش از دید من اینجوریه و حالا آدم تا جایی که بتونه باید تلاش بکنه، حداقل که بتونه